یک ساکن 47 ساله کولا با نام نوربیبی باری 25 حامله‌دار شده است. در این باره چندی از رسانه‌های جهانی خبر دادند. عین حال از فرزندان نوربیبی 15 نفرشان زنده سلامت حیات به سر میبرند و فعلا باز انتظار خواهر یا برادر هستند. نوربیبی الکی 4 دخترش را به شوهر داده و صاحب نونبره میباشد. 11 فرزند دیگرش همراه والدین زندگی میکنند. مادر قهرمان در 14 سالگی به شوهر برآمده تا به حال باری هم در تولدخانه نبوده است. او میگوید وسایل جلوگیری از هم به او کمک نمیکند، سالی که او 2 بار تولد کرده است. تامینات عائله به دوش شوهرش قربان علی پدر 57 ساله خانواده می باشد که او استای برق بوده ماه 250 سومانی معاش می گرفته است. اینچنین نوربیبی برای کمک به شوهرش در بازارچه محلی سمبوسه می فروشد. این خانواده سرفرزند اظهار داشتند که از همسایه ها، شناس ها و حتی افراد بیگانه خیرخواه کمک می گیرند و اظهار امید کرده است که حداقل در عرفه عیدها از مسئولین دولت یاردم دریافت می کنند. میخوام که فرزندانم صحت و سلامت به وایه رسند و دستگیری من و شوهرم شوند. من از بسیار فرزند داشتنم خوشحال هستم، زیرا 4 دخترم را با سری بلند عائله دار کردم. در عائله ما من و شوهرم کار میکنیم. برای تامین فرزندان به ما همدیگان نیز یاری میرسانند. همچنین در روزهای از طرف دولت و حکومت به ما یاری میرسانند. با هر سم زندگیمان را پیش میبریم.